سلام به همه همکاران، معلمان و علاقه‌مندان به آموزش. من سارا هستم. سالها در حوزه تدریس مطالعات اجتماعی، مدیریت آموزشی و آموزش معلمان فعالیت داشتم. در ایران کارگاه‌های آموزشی برای معلمان برگزار کردم. در تألیف کتاب‌های کمک آموزشی مشارکت داشتم و به عنوان سرگروه آموزشی از مدارس و کلاس‌های مختلف بازدید و ارزیابی آموزشی انجام می‌دادم. الان هم در کانادا در حوزه آموزش مشغول تحصیل و فعالیت هستم. توی این کانال می‌خوایم درباره آموزش مدرن، مهارت‌های واقعی معلمی و تجربه‌های واقعی کلاس درس صحبت کنیم. نه فقط تئوری هایی که روی کاغذ قشنگ به نظر میرسن. و امروز میخوام درباره تاریخ تحول نقش معلم صحبت کنم. اینکه اصلاً معلم بودن در طول تاریخ چه معنایی داشته و چرا خیلی از چالش هایی که امروز در کلاس درس میبینیم ریشه در مدل های قدیمی آموزش داره. شاید بپرسید چرا باید وقتمون رو صرف شنیدن تاریخچه معلمی کنیم؟ جواب خیلی ساده است. چون تا ندونیم از کجا اومدیم نمیتونیم بفهمیم به کدوم سمت داریم میریم. بسیاری از چالش هایی که امروز در کلاس هامون با دانش آموزامون داریم ریشه در این داره که ساختار ذهنی ما هنوز به تعریف های قدیمی معلمی گره خورده. بیایید برگردیم به عقب، به دورانی که بهش میگیم عصر حکیم محوری. در این دوران که تا پیش از قرن 19 حاکم بود، معلم عنوان سیج یا حکیم رو داشت. در اون زمان کتاب یک کالای لوکس و نایاب بود و معلم تقریباً تنها منبع دانش محسوب می شد. نقش معلم یک نقش نیمه مقدس و استبدادی بود. دانش آموز مثل ظرف خالی تصور می شد که باید با گفته های معلم پر بشه. در اون دوره چیزی به اسم تفکر انتقادی وجود نداشت. اگه دانش آموز سوالی میپرسید که با گفته حکیم در تضاد بود، به جای تشویق معمولاً تنبیه میشد. چرا؟ چون در اون ساختار دانستن یعنی حفظ کردن عین حرفهای معلم. اگه حتی امروز هم در کلاس هاتون دانش آموزی دارید که فقط منتظر شما جواب نهایی رو بهش بگید و خودش تلاشی برای کشف پاسخ نمیکنه، بخشی از این ذهنیت هنوز از همون دوران به جا مونده. اما با ظهور انقلاب صنعتی در قرن 19 همه چی تغییر کرد. دنیا دیگه فقط به حکیم نیاز نداشت. دنیا به نیروی کار منظم و مطیع احتیاج داشت. اینجا بود که نقش معلم از حکیم بودن به اینستراکتور یا مربی تغییر پیدا کرد. این دوره یکی از تأثیرگذارترین دوران‌های تاریخ آموزش بود. دورانی که آثارش هنوز هم در خیلی از مدارس دنیا دیده میشه. در واقع مدارس رو شبیه کارخونه‌ها طراحی کردند. توی مدرسه ها زنگ مدرسه گذاشتن چون کارخونه زنگ داشت. نیمکت ها ردیفی شدند چون خط تولید کارخونه ردیفی بود. وظیفه معلم این بود که مجموعه‌ای از اطلاعات استاندارد رو در زمان مشخص به تعداد زیادی دانش آموز منتقل کنه. در همین دوران بود که نمره به ابزار کنترل تبدیل شد. معلم در واقع اپراتور سیستمی بود که باید همه رو تا حد ممکن شبیه هم تربیت می‌کرد. و شاید جالب باشه بدونید که بخش زیادی از چیزهایی که ما امروز طبیعی می‌دونیم مثل زنگ، ردیف نیمکت‌ها، امتحان‌های استاندارد و حتی سکوت اجباری در کلاس در اصل برای تربیت نیروی کار کارخانه‌ای طراحی شده بودند، نه برای رشد خلاقیت انسان. اما در اوایل قرن 20 متفکرانی مثل جان دویی وارد میدان شدن و گفتن انسان کارخونه نیست. دویی معتقد بود آموزش باید بر پایه تجربه واقعی شکل بگیره. او نقش معلم رو از یک انتقال دهنده اطلاعات به گاید یا راهنما تغییر داد. درست اینجا بود که مفهوم اکتیو لرنینگ یا یادگیری فعال شکل گرفت. یعنی به جای اینکه فقط به دانش آموز بگیم
آب در 100 درجه می جوشه، ما شرایطی رو فراهم کنیم که خودش آزمایش کنه، مشاهده کنه و نتیجه بگیره. در واقع از اینجا به بعد کم کم آموزش از حفظ کردن فاصله گرفت و به سمت فهمیدن حرکت کرد. کمی بعد در دهه‌های 50 و 60 میلادی انقلاب شناختی اتفاق افتاد. متفکرانی مثل پیاژه و ویگاتسکی نگاه جدیدی به یادگیری ارائه کردند. ویگاتسکی مفهومی رو مطرح کرد به نام اسکافولدینگ یا داربست بندی. ایده هایی که هنوز هم در آموزش مدرن بسیار مهمه. اون میگفت معلم باید کسی باشه که هنگام ساختن ساختمان داربست ایجاد میکنه. داربست کمک میکنه ساختمون شکل بگیره. اما وقتی ساختمون محکم شد، داربست کنار میره. یعنی هدف واقعی آموزش این نیست که دانش آموز همیشه به معلم وابسته باشه. هدف اینه که کم کم مستقل بشه. از اینجا به بعد نقش معلم تحصیلگر تغییر کرد. کسی که مسیر یادگیری رو هموار میکنه، نه کسی که تمام مسیر رو خودش طی میکنه. ولی داستان آموزش اینجا متوقف نشد. از اواخر قرن 20 و مخصوصاً بعد از دهه 1990 با گسترش اینترنت، فناوری و تغییر نیازهای جامعه کم کم مفهوم جدیدی وارد آموزش شد. منتور. جالبه بدونید که ریشه واژه منتور حتی به یونان باستان برمیگرده. اما در آموزش مدرن این روی کرد به طور جدی در کشورهای مثل فنلاند، کانادا، استرالیا و بعدتر سنگاپور وارد نظامهای آموزشی شد. این کشورها کم کم متوجه شدن که در دنیایی که اطلاعات به راحتی در دسترسه، نقش معلم فقط انتقال دانش نیست. دانش آموز امروز بیشتر از حفظ کردن اطلاعات به کسی نیاز داره که کمکش کنه چطور فکر کنه، چطور سوال بپرسه و چطور اطلاعات درست رو از اطلاعات غلط تشخیص بده. به همین دلیل در بسیاری از سیستم‌های آموزشی مدرن نقش معلم از یک سخنران کلاس به یک کوچ و در نهایت منتور تغییر پیدا کرد. تفاوت منتور و تحصیلگر اینه که منتور فقط روی مهارت کار نمی‌کنه، روی طرز فکر، اعتماد به نفس، قدرت تحلیل و حتی رشد شخصیتی دانش آموز هم تأثیر میگذاره. امروز در خیلی از مدارس مدرن دنیا معلم موفق کسی نیست که فقط بیشتر حرف میزنه. اتفاقا خیلی وقتها هرچقدر دانش آموز بیشتر درگیر فکر کردن، تحلیل کردن و مشارکت بشه، یادگیری عمیق‌تر اتفاق میفته. ما از عصر انتقال دانش وارد عصر ساختن دانش شدیم. و به نظرم این مهمترین تغییریه که هر معلم امروزی باید درک کنه. امروز همونطور که همه میدونیم اطلاعات همه جا هست. اینترنت، گوشی‌های موبایل، هوش مصنوعی و حتی در شبکه‌های اجتماعی. پس اگه دانش آموز هنوز فقط منتظر باشه که معلم همه جوابها رو آماده بهش بده، ما در واقع داریم اون رو برای دنیایی آماده می‌کنیم که دیگه وجود نداره. معلمی در قرن جدید فقط تدریس کردن نیست. معلمی یعنی ساختن محیط امن برای یادگیری، کمک به رشد تفکر مستقل و آماده کردن دانش آموز برای دنیایی که دائما در حال تغییره. پس وقتی درباره طرح درس، مدیریت کلاس یا ارزشیابی صحبت می‌کنیم، باید یادمون باشه که دیگه برای یک کلاس کارخونه قرن 19 برنامه‌ریزی نمی‌کنیم. ما داریم برای نسلی برنامه‌ریزی می‌کنیم که نیاز داره فکر کنه، تحلیل کنه، تصمیم بگیره و یاد بگیره چگونه مستقل رشد کنه. و شاید زیباترین تعریف معلمی در دنیای امروز همین باشه. هنر
کنار ایستادن و دیدن رشد دانش آموز بعد از اینکه ابزار درست رو در اختیارش قرار دادیم. در ویدیوهای بعدی این کانال قدم به قدم درباره موضوعاتی مثل طرح درس، مدیریت کلاس، اهداف اسمارت، ارزشیابی تکوینی، روانشناسی یادگیری و مهارت‌های واقعی معلمی صحبت می‌کنیم. اگه به آموزش مدرن و رشد واقعی در کلاس علاقه‌مندین، خوشحال میشم در این مسیر همراه من باشید.